گفته سوره ما چند بار شد در زبان یک دیگه منم شما تحمیلی برادر کشی. بله طرف دیگر هم برادر کش پس. خب نهضتی ها کشتن ولی فعالیتشون ممنوع در ما. طرف دیگر هم پس برادر کشت. طرف دیگر هرچند خودداری کرد فقط او حمایت کرد برادره. وقتی که آدم میلیسه که وقتی میلیسه ایتاری خشرو باید پدلیز کنه ده پدلیزه باید مردک باید پدلیز کنی. وقتی تو این درجه را آدم احمق میشه و به خدا قسم ای عیبه بدون به خدا قسم تو به کدام عقلت ای خیلی گپا را میزنی میگه آدم کشته نیکی ایتاری اکورات نکشتگی های او طرف اکورات نکشتگی نیستن بی اکورات نکشتگی یعنی هم تا برا وقتی جنگ شد ما بای میدیم من شما جنگ میکنیم یا دست شما بشکند یا دستی من این ولی برادر کشت گفت اون طرف برادر کشت اون طرف نکشت چون میدونید برای چی برادر کشی میگن چون تحمیلی بود چون خواهی نمیشه که طرف دیگر هم کشت چرا اینا ما هیچ وقت نمیخوایم با ذمه بگیریم این بحث جنگ است دیگه این بحث جنگ است اون حالت جنگ است نه چرا یک طرف ما گناه کنیم طرف دیگر هیچ وقت نمیخوایم معلوم است من برای شما گفتم که طرف دیگر از برای ناموس و برای حفظ شرف گویا که رحمانوف برای ناموس خسته بوده است رحمانوف گویا برای ناموس خسته بوده است رحمانوف خوزی تجاوز داره در ناموسی اوچه یخلش یکی رحمانوف گویا برای ناموس خسته بوده است رحمانوف برای ناموس خسته بوده است اینا که بیای بگیری خودت خودتون بیای بگیری که یا ملت بیگانه در وطن تو تعرض میکنه گویا برای حمایت ناموسی تو عقل تبگی کار فهم کدام نهضتی در بالای تنکای کدام افغان و کدام ایران اشتباه در تاجیکستان در آمده بود یک بار سوال کردم کدام نهضتی با کدام سلاح بیگانه جنگ کردگی بود یک بار سوال کردم کدام استاد نوری در بالای تنکای افغانی شیش در بالای تنکای ایرانی شیش دست عملیاتی امریکانسکی شیش دست عملیاتی یگان ورتالیات یگان کسی دیگه شیش نماد درآمد یعنی که شما سرشون کرده با سلاح ازبکی و روسی و با عسکر قطعی ریختن فی هجرت کردن رفتن پس در کشور با هجوم و دخالت کشورهای خارجی یعنی خواجگان خارجی با قدرت کی رسید سوال یکون تأخیر نیست اویا با کمک خواجگان خارجی با قدرت کی رسید حکومت مراسای ملی را کی سرنگون کرد سوال مرحمت حکومت مراسای ملی را که در اوجا پامیری بود بدخشی بود کلوبی بود خوجندی بود تمام مردم توجه حکومت مراسای ملی تشکیل کردن اما حکومت مراسای ملی را کی از بین برد این سوال تمام کدام دولت کوچکوف تماشا کنید پالکوونیک کوچکوف میگتون اگه کسی دیگه را فکر نکنی یا روس یا آدمی که میکره تشکیل کرده یک فرانت خلق کرده تماشاش کنید کوچکوف میگه براتون بله که وقتی که میخواسته دیگه یک میمونه یک از زنده نه که کمتر کشته است نه کشته زیاد این وای نداره این حالی که اموری که بحث جنگ است اون حالت جنگ است همون نه چرا یک طرف ما گناه کنیم طرف دیگر هیچ وقت برای همه معلوم است من برای شما گفتم که طرف دیگر از برای ناموس و برای حفظ شرف خست به هر حال آدم کشت نه جنگ وقتی که میخواسته دیگر یک کس میمونه میگه آدم نکشت رحمان بگو آدم کشت بخداد گفتی چی خاک دیگه اون سلام من گفتی بچه کو تپچا میکنه رحمان فایو بچه شوخی داری برای که گمش دیگه نرا دیگه نه که کمتر کشته است نه که کمتر کشته رحمان آدم کم کشته 5 میلیون تاجیک کشته تمام 5 میلیون وای ندارد این همه که این هم اموری که خیلی برا دوامش نهضتی ها میگن که ما هزاران نفر کشتیم با چند حیوان وار اونا را کشتیم این گپ دیگه است ولی چون یک ویدیو ولی شما در کجا دیدید که یک کار بخش فرانت گفته باشد که ما 100 نفر کشتیم نه برعکس به خدا قسم یک کپای دروغ میگه والله قسم نمیدونم که با کدام عقل اینا دیگه این شرمنده کرده است از رحمان فهمو امنیتی که همین را برآوردگی به خدا قسم بسیار کوریا تلویزیون روز کنی بتش همین گپ زنه بسیار آبرو میگیره اگه تلویزیون روز کنی اگه بخش ویدیویی خشو روز کنه بدروی همین گپ زنه بسیار آبرو میگیره رحمان همین اوتای آزاده بسیار آبرو میگیره بعد این برآمده همین بیا مونش قبول کنید اینا را میدونید واقعیت تاریخ است میدونید شما هم یک رفشافیک باید قبول کنید اینا را میدونید خیانت اونا پول میگرفتن و فروختش دادن همین کارا میکردن و میخواستن کنن و این چیزا یک گروهی که خیست اجازهشون نداد میفهمید چرا جانبی طرف همین خیلی حرفاشو نمیگیم ما هم خیلی دلیلا از جانب اون طرف نمیگیم که اون طرف هم همین خیلی کارا کرد
اگر دلیل های واقعا ارزنده باشد که باعث نگرانی و باعث وای باشد من میگم من خود میدونم که من آشکارا ببینید سخن جناب نمیگم. سنگک، جناب لنگری، جناب اسمتچه، جناب فیضلی همش در تن لباسی حربی داشتن و در دست سلاح داشتن، تانک داشتن، زیر تانکاشون ناماشون نوشته شده بود. به چه خاطر این همه سلاح؟ به خاطری که کسی را کشتن. پس اونا هم کردن. نه به اونا خاطر کشته که بودن او. یک نیروی بزرگ دشمنی که آمده بود ملت اومده تاجیک را دشمن از کجا اومده بود این مردم؟ دشمن از کجا اومده بود؟ یا که همه مردم تاجیکستان دشمن بودن؟ یگان جو آدم نه آورده بود ملت تاجیک حکومت مراسم ملی، آدم شما آورده، آدم شما نه تکو طرفدار رحمان نیست ترا بازوری قبطگیان بزد کشدگان بعد اومدگی طرفدارش دگی رحمانوف توسط ازبکستان اسلام کریموف لعنت کرده الله و توسط خب دیگه کوچکوف که معین بود همون قطعی وارد دوشنبه شدن. یگان گپ دیگه نیست، حکومت مراسم ملی را از بین بردن و دولت بازوری با کمک خواجه های خارجیشون گرفتن. یگان کس از یگان کس آدم واردگی نیست این مردم تاجیکستان. یک چیز معینه برا پارا پارا کنه تاجیکستان را ایبند برد و خاطر مبارزه به همین نیرو اونا سلاح گرفته بودن همین چیزا. اگه فکر کنی اختیان که گویا که او بازیدی نیرو مبارزه بردگی یعنی ما نه، یعنی ما مبارزه که مردم تاجیکستان بردگی بر علیه اینا گویا که از دیگه جا خارج اگه چیز خطی اومده گه خواهش میکنیم برای نشر شدن این حقایق برای مردم تاجیکستان لایکاتون رو بذارید که از واقعیت هایی که اونها در دولت بسته با نام تاجیکستان و زیر نظام شدید آهنینی که قرار دارند اونها از این آگاهی بیشتر پیدا میکنن و سبب بیداری ملت و مردم تاجیکستان میگردد.